سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز پنجشنبه با فال زیبای تارو در خدمت شما هستم، اما با کارت‌های لنورماند. دوستان فال گروهی امکان داره برای همه صفر نکنه. برای گرفتن فال شخصی دایرکت در خدمت شما دوستان هستم. دوستان نیت کنید، ما امروز می‌خوایم فال ذهن‌خوانی کیس احساسی، اینکه رابطه‌های کات شده از حال و احوالات هم اطلاع پیدا کنن، ما کارت لنورماند بکشیم براشون ببینیم قضیه چیه و تو ذهن کیس احساسیتون چی می‌گذره. متولدین بهار نیت کنید دوستان، فروردین، اردیبهشت، خرداد. دوستان داره میگه که تو حیطه زندگیش، خونه و خانوادهش و تو ذهنش بحث این که بخواد ازدواج کنه، حالا چه با شما چه با شخص دیگه‌ای، داره به ازدواج فکر میکنه و اینکه از این چالش ها در بیاد و ذهنش آروم و آسوده باشه. یعنی فکر میکنه با ازدواج کردن به آرامش میرسه. دوستان متولدین تابستون، تیر، مرداد، شهریور، میخوام ببینیم تو ذهن کیس احساسی شما چی میگذره. دوستان داره میگه که خیلی به شما فکر میکنه، ذهنش درگیره، دوست داره برگرده سمتتون، براتون کادو بخره، گل بخره و اگر بین شما کدورتی وجود داره اونو با هدیه دادن و گل خریدن حل و فصلش کنه. اما یکی این وسط موش میدونه، میدونی خبری میبره خبری میاره، یا اینکه میخواد اونو از اینکه به سمت شما بیاد منصرف میکنه. کلن کیس احساسی شما نسبت به شما وفاداره، حتی تو زمان قهر. متولدین پاییز، مهر، آبان، آذر. متولدین پاییز میگه که کیس احساسی شما گاهی تو رابطه یه سری اخلاقای بچگونه داره. خب احساس میکنه هنوز بچه است، رشد نکرده، ترقی نکرده. یعنی رفتارش اینو به شما میگه که کیس احساسی شما به گذشته خیلی فکر میکنه. یه سری مسائل تو گذشته هست که باعث شده ذهنش بزرگ نشه. با گذشت زمان کیس احساسی شما هیچ وقت به شما بر نمیگرده و اینکه یک آدمی موری خوشخط و خال، یعنی که اصلا بهش اعتماد نکن و این قضیه با گذشت زمان به شما اثبات خواهد شد. متولدین زمستان، دی، بهمن و اسفند. دو تا کارت اومد، ما دوتاش رو همزمان برمی‌داریم.